امروز تبلیغ یه بازی رو دیدم، بریم با هم دیگه امتحان کنیم ببینیم چجوری. بازی این شکلیه که انگار ما یه کارگاهیم و به یه گوشی دسترسی داریم. حالا از این گوشی ببینیم چیکار کنیم. مثلا این گوشی که پیدا کردی باید ببینی صاحبش کجاست. فیلم ها برای من نمیاره تو این بازی، نمیدونم به خاطر لوکیشن من یا به خاطر اینکه اینترنتم ضعیفه. خب حالا میتونیم گوشی رو استور کنی. ایول، عکس دو تا دختره، عکس یه دختره. چتاشو بریم بخونیم. با دوستش صحبت کرده، گفته که من یه دختر دیدم و اینا. بعد میگه که این دختر یه چیزی داره، بعد میخواسته یه تعمیرکار چیز کنه، فیکسر میخواسته. خب You thought you could get away with it without me finding out? این دوست پسر دختر است. You're a dead man. Meet me at the old factory before it's too late for you. و او گفته که بیا بریم کارخونه قدیمی. بعد اینم دیده بوده که نمیام. آرشیو کانورسیشن رو نمیاره. این هاش گفته که من چتامو با دختر آرشیو کردم ولی فکر کنم خیلی پسوردش هم اسم دختر است. حالا بعد اسم دختر رو پیدا کنیم. این اپ چی داره؟ پولش که از ما نمیره. این هم فیکسر است که گفتش که میخواستیم چیز کنیم. ستینگ هم که دیگه چیزی نداریم. پیام داد روزی لوپس اسم دختر، روبی لوپس اسم دختر اینه. خب روش نگه داریم. ویدت مرسی کنسل کرد. خب حالا بریم چطور با دختره رو پیدا کنیم. اینم روبی. به به. خب اولد فکتوری که مرده گفته بود بیا. این هاش لوکیشن رو زده. او روبی داره زنگ میزنه. 44 اش استریت. اوکی جوابشو بدم. اینم کار نمیکنه. ویدیو کال گرفتم. 44 درسته؟ بله درست. ایول